شما فکر میکنید خدایی که برای هر حرف قرآن بخونی معنیش نفهمی 10 تا حسنه بده؟ منظور خدا همینه؟ با وجودی که 10 تا حسنه میده. یعنی شما فکر میکنید که قرآن کتاب جمع‌آوری ثوابه؟ خیلی اشتباه میکنیم. اگر کاسه دستمون باشه فقط ثواب جمع بکنیم خیلی اشتباه داریم میکنیم. مگر این که در زبان عرب خواندن به معنای فهمیدن و عمل کردن باشه، وگرنه خدا رو متهم میکنیم. عرب اگر گفت اقرأ یعنی بفهم و عمل کن. اگه عرب بگه که اقرأ فقط بخوان و نفهم، هیچ تفسیری نیست مگر این که اقرأ را تفسیر بکنیم به بفهم و عمل کن. بخوان و بفهم و عمل کن، وگرنه خدا رو زیر سوال میبریم. یعنی اگر بگیم بخوان و نفهم، خدا رو بیهودگی و پوچگرایی متهم میکنیم. خدا دیگه حکیم نیست، چون کلامی رو فرستاده که بخوانیم و نفهمیم. در نتیجه اقرأ را بسم ربک الذی خلق باید خواندنی باشه که رب در اون خواندن شناسایی بشه. بشناسید، با خواندن شناخت رب حاصل بشه و خواسته های رب. فهم قرآن یعنی فهم خواسته های رب العزت والجلال. هر کسی قرآن را برای فقط ثواب بردن و